نماز استسقا یا طلب باران. زمانی که خشکسالی رخ دهد و باران نبارد و آبهای چشمه‌سارها و یا چاه‌ها کم شود، الله تعالی برای مسلمانان خواندن نمازی را مشروع گردانیده که با آن از پروردگارشان برای رحمت به آنها طلب نزول باران را نمایند. و نماز استسقا سنت مؤکد است، چنانکه در حدیث عبدالله ابن زید رضی الله عنه آمده است: نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به نمازگاه برآمدند و طلب باران کردند، به سوی قبله ایستادند و ردایشان را واژگون پوشیدند، سپس 2 رکعت نماز خواندند. و قبل از نماز استسقا سنت است به مردم موعظه گفته شود تا دلهایشان رقت یابد، برای توبه از گناهان تذکر داده شوند و نیز به آنان تأکید شود تا حقوق مظلومان را به آنان بازگردانند، زیرا که ارتکاب گناهان سبب عدم نزول باران می باشد و توبه و استغفار و پرهیزگاری سبب اجابت دعا و سبب خیر و برکت می باشد و مردم را به دادن صدقه به مستمندان برمی انگیزد، زیرا که چنین کاری سبب رحمت خداوند می باشد. و سنت آن است که نماز استسقا در نمازگاه غیر از مسجد خوانده شود، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین کردند، طوری که مسلمانان 2 رکعت نماز بدون اذان و اقامت که در آن به صدای بلند قرائت می شود ادا می کنند. نمازگزار در رکعت اول پس از تکبیرة الاحرام 7 تکبیر دیگر می گوید و در رکعت دوم به جز از تکبیر برخاستنش از سجده 5 تکبیر دیگر می گوید. نمازگزار دستانش را با هر تکبیری که می گوید بلند می کند و در میان تکبیرات حمد و سپاس الله تعالی را گفته و بر نبی اکرم صلی الله علیه و سلم درود می فرستد. پس از پایان نماز امام یک خطبه می خواند که در آن استغفار و قرائت قرآن را بیشتر می کند. پس از آن به دعا می پردازد و از دعاهای مأثور بیشتر می خواند و در دعا اصرار می کند و در هنگام دعا دستانش را بلند می کند و به درگاه الله تعالی عذر و زاری و نیاز و اسباب آرامش خود را با خشوع و خضوع کامل ابراز می دارد. و امام در حالی که رو به قبله ایستاده است ردایش را واژگون نموده راستش را به سمت چپ و چپش را به سمت راست می گرداند و همچنان در میان خود و پروردگارش به دعا مشغول می شود. و برای بیرون آمدن جهت ادای نماز استسقا روزی را تعیین کنند تا مردم برایش آمادگی داشته باشند و رفتن به نماز با خشوع و خضوع و تضرع و تذلل و ابراز نیاز به الله تعالی همراه باید باشد. بنابر آن آرایش و عطر زدن جواز ندارد. ابن عباس رضی الله عنه آمدن نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به سوی نماز استسقا را چنین توصیف کرده است: رسول الله صلی الله علیه و سلم برای نماز بدون آراستن با تواضع و فروتنی بیرون آمدند تا اینکه به نمازگاه رسیدند و هرگاه الله عزوجل دعای مسلمانان را قبول نمود و باران نازل کرد، مستحب است که هنگام نزول اولین قطرات باران بایستد و خود را در معرض آن قرار دهد، چنانچه در حدیث انس رضی الله عنه آمده است: بر ما و رسول الله صلی الله علیه و سلم بارانی رسید. انس گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم لباسش را کشید تا اینکه باران به وی رسید. گفتیم: ای رسول الله چرا چنین کردید؟ فرمود: تازه از نزد پروردگارش آمده است.